درود. امروز رسیدم خدمتتون، خواستم که یکی از محصولاتمون رو معرفی بکنم براتون که شاید خیلی دنبالش نباشن یا حالا مثل پسته و بادون و اینا خیلی شناخته شده نباشه، ولی خیلی از نظر سلامت بدن مهمه. یعنی روزی 30 گرمش ضروریه برای مصرف. منظورتون آگاهی میخواید بدید؟ بله دقیقاً. این مغز تخم کدو هستش. حالا چرا ضرورت داره برای بدن؟ چرا برای سلامتمون مفیده؟ برای قلب شما خوبه، برای پروستاتتون خوبه، کلسترول رو کاهش میده، قند خون رو کاهش میده. دیگه چی بهتر از این؟ خیلی هم خوشمزه. بازم تبلیغات کلیشه‌ای. بابا درباره درمان همه میدونن، میفهمن. آقا بگو این تخمتون نشاط داره، نشاط آوره.